روز یکشنبه در یک مراسم با تنتنه در شهر احمداباد هندوستان عقد نکاح تخمینا 200 جفت مسلمان برپا شد. این توی عروسی دست جمعی را برای جوانان از عائله‌های کم‌بضاعت جمعیت فیض القرآن و بنیاد عیسی تشکیل کردند. اکثر این جوانان امکانی تشکیل معرکه سرخراجات ازدواج و تهیه مهر را ندارند. ما امروز 200 جفت را نکاح کردیم. ما سعی داریم همراه این جوانان را با سبوکی و موفقیت به هم رسانیم. برنامه‌ریزان مراسم برای تشکیل روزگار عائله‌های نو یخدان و دیگر اسباب و انجام خانه را تقدیم کردند. زینت بنا که در این مراسم صاحب عائله شد میگوید این یک برکت است که برای مردم کم‌بضاعت تحفه شده است. من خوشحالم. در اینجا ازدواج زیاد دایر می شود. دختران از هر گوشه و کنار در اینجا جفت پیدا می کنند. مردم کمبغل که عروسی دخترهایشان را تشکیل کرده نمی توانند آنها را به اینجا می فرستند. دیگر والدان غم مهر و قلین را نمی خورند. در هندوستان توی‌های عروسی دست جمعی شهرت روزافزون کسب می کنند، زیرا فشار مالی بالای والدان جوانان را کاهش می دهند.